سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگر رسو یک است و چون همیشه در همین لحظه ها شما را با خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. عبدالله اشرف هستم. روز بخیر. در برنامه 11 اکتبر این موضوع ها را داریم. زادروز ستاره در حلقه کودکان. شبنم سوریا زادروز خود را با باشندگان کودکستان جشن گرفت. چند سال باز شد که تولد خود را جشن نمیگیرم و من خواستم که در روز تولدم با همراهی یتیمان بیماران جشن گیرم. پرزیدنت روسیه قهرمان جهان حبیب نورمگامدوف را به حضور پذیرفته به اون نصیحت کرده قاعده های بازی را رعایت و حدالامکان با کانور مکگرگور آشتی کند. نام رئیس شهر در جنجال دو همسایه. چرا ساکنان یک کوچه دوشنبه در بحث‌هایشان نام رئیس دوشنبه را به میان میگذارند؟ اینجا تلفن بدن یکش موفید رستم کوچه چیز کرد که من روی کدگیم باید که باید هم رفتم اونجا رفت شده. امروز پرزیدنت امامعلی رحمان فوتبالبازان و مربی‌های منتخب نورستان فوتبال تاجیکستان را در قصر ملت به حضور پذیرفت. فوتبالبازان نورست و سرمربی دسته از دست رئیس جمهور 20,000 سامانی جایزه گرفتند. خدمات مطبوعات پرزیدنت اطلاع داد که برای قدردانی از موفقیت فوتبالبازان نورست از فوند ذخیروی پرزیدنت 660,000 سامانی مبلغ جدا شده است. رئیس جمهور با 33 نفر هیئت دسته منتخبی مربیان و فوتبالبازان و رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان صحبت داشت. در این ملاقات همچنان رستم امامعلی رئیس فدراسیون فوتبال و همچنین میر شهر دوشنبه حضور داشت که دیروز در یک شرایط متنتن با حضور صدها مخلصان فوتبالبازان نورست را در فرودگاه بین‌المللی پایتخت پیشواز گرفتند. منتخب نورستان فوتبال تاجیکستان در بازی‌های قهرمانی آسیا 2018 در مالزی جای دوم را صاحب شده، همچنان به چمپیونات جهانی فوتبال در پرو راه خط گرفتند. شبنم سوریا آوازخوان معروف تاجیک زادروز خود را امسال به طور غیر عادی همراه کودکان بی‌پرستار جشن گرفت. روز 11 اکتبر شبنم همراه با چند از دستیارانش به باشندگان یکی از کودکستان‌های شهر دوشنبه لباس‌های نو و تورت بزرگ هدیه آورد. همکارانمان زرنگز نوروزشاه و براد یوسفی هم شبنم را همراهی می‌کردند و از جشن زادروز ستاره با کودکان این گزارش را آماده کردند. این کودکان منتظر شبنم سوریا هنرمند شناخته تاجیکند، زیرا آنها مهمانان خاصه این هنرمند خواهند بود. شبنم سوریا تصمیم گرفت امسال زادروز خود را نه در طربخانه باشکوه و یا تفریحگاه منقش، بلکه خانه عادی کودکان شماره 2 شهر دوشنبه در حلقه اطفال بی‌پرستار و نیازمند گذراند. چند سال باز شد که تولد خود را جشن نمیگیرم و من خواستم که در روز تولدم با همراهی یتیمان بیماران جشن گیرم. شبنم سوریا برای این اطفال بی‌پرستار و نیازمند یک دسترخوان با شکوه روز مولود با غذا و شیرینی ها آماده کرده بود. همچنان برای بیشتر از 90 نفر اطفال این خانه کودکان لباس‌های گرم تحفه کرد. رمز قهرمانان افسانه ها را به حضور این اطفال آورد. شبنم برای کودکان در این روز برای چند ساعت در نقش مادر بود. آرزو دارم که هیچگاه همین دوست رویکان شیرین و معیوبان را هیچ وقت پدر و مادرانشان سری راه نکنند. راستیگه من اینا را دم اینقدر دلم درد کرد که اما خدا به شکر میکنم که من امروز با اینا هستم. سلامت باشید. اطفال خانه کودکان شماره 2 شهر دوشنبه از چند روز قبل آگاهی داشتند که در خانه‌شان توی خواهد شد و بزمارایش هم هنرمندی شناخته است و برای این جشن خود را آراسته کرده بودند. امروز به خانه ما شبنم سوریا می‌باید. آوازخوان ما میدونه. همین لباسا را اپای شبنم آورده. در خانه کودکان شماره 2 دوشنبه اطفال تا 4 ساله پرستاری می‌شوند. اکثر این اطفال به پرستار و یتیم هستند. تعدادی هم گرفتار مریضی‌های مختلف است. گروهی از این کودکان یا تنها پدر دارند و یا مادر که امکانیت تربیت آن را ندارند.
همین خیل چرابینی ها برای کودکان خوب می باشد که برای که آنها در یک محیطی محکم تربیت می گیرند. باید که جهانبینی کودک وسیع شود و فهمد که در همین دنیا همه خیل آدم ها هستند و همه خیل چرابینی هستند که با آنها مهربانی می کنند. شبنم سورایا این آوازخوان معروف تاجیک در ماه سپتامبر به حرکت بین المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سیل پیوسته بود. این حرکت از سوی سازمان ملل متحد سرپرستی می شود و شبنم به نیویورک دعوت شده در نشست سطحی بلند دایر به بیماری سیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک کرده بود. و انشالله کوشش میکنیم که بسیارتر کمک کنیم که و بیماری سیل کمتر شوند. من فکر میکنم انشالله چی قدر که میتونم دستگیری میکنم. کمک افراد ثروتمند و شناخته به افراد نیازمند و کودکان بی‌پرستار در عید و مراسم‌های مذهبی و دولتی عنعنه شده است. اما این برای بار نخست است که یک هنرمند با بهانه زادروزش به کودکان نیازمند و بی‌پرستار هم کمک و هم مراسم و تفریح تأسیس داده است. خیر و سخاوت توجه افراد شناخته باشندگان چنین خانه بی‌پرستاران را شاد می کند. اما هستند والدانی که فرزندان خود را زنده یتیم کردند. یکی از چنین کودکان مدینه امید از کولاب است. مادر او 4 سال قبل به روسیه و از آنجا به جنگ‌های سوریه و عراق به نام به جهاد رفت. اکنون برای همزیستی با سرباز داعش در عراق برای 20 سال زندانی شده است. سرنوشت تلخی مدینه را همکارمان رستم جانی در این لوحه پیشکش کرده است. 2 سال پیش دیگه زنگش دادیم دیگه نمیبردارد و بخیلم سیم کارت ها را میشکند نمیدانم. سال 2014 مادری مدینه 14 ساله با پدراندرش به بهانه زندگی خوب به روسیه رفت و غیب زد. آخرین تماس روز مولودش بود. نمیزد و من میگو که ما مدرسه میاییم خوب زندگی میکنیم. 2 هفته پیش از خالش فهمید که مادرش در عراق زندانی است. همین قدر معلومات دارم که 2 دخترچه داره و در عراق است و 20 سال سودش کردن. بیستم سپتامبر دادگاه عراق مادر مدینه تمنا کریمووا ساکن 29 ساله کولاب را با گناه همزیستی با سرباز داعش محکوم به زندان کرد. از لحظه ای که این خبر به گوش مدینه رسید چشمانش خشک نشدند. خداوند بچه‌ام را به من برگرداند، با زندگی خوش و خرسندانه در پیشش گذرانیم. مدینه درباره پدرش چیزی نمیداند. او را بیبی 80 ساله و خاله هایش پرستاری میکنند، اما او پزمان نوازش های مادر است. میگویم که مادر خاله هایت به جای مادر میگفتم جای مادر رو هیچ کس نمیگیره نپاینو. دو خواهر مدینه حفصه و مریم حالا با مادرند. به شرط درخواست مقامات آنها را می توان از عراق به تاجیکستان آورد. مدینه امید دارد خواهران را با مادر یک جا می بیند. چهره مادر را تقریبا 4 سال شد ندیدم. از سال 2014 بیش از 1000 تاجیکستانی به داعش پیوستند. صدها نفر آنها کشته شدند. 10 زن تاجیک با جرم همدستی با تروریستان در بررسی دادگاه‌های عراق قرار دارند. پس از 4 روز پیروزی حبیب نورماگومدوف بر کانور مکگرگور در قوه آزمایی UFC در لاس وگاس آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این ورزشگر را همراه با پدرش به حضور پذیرفت. پوتین که چند ماه قبل از محاربه این دو ورزشگر با مکگرگور عکس مشترک گرفته بود، از حبیب خواست حدالامکان با کانور آشتی کند. کیومرثی عطا در این باره گزارش می‌دهد. ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه با حبیب نورماگومدوف ملاقات کرد.
صحبت پرزیدنت روسیه با قهرمان UFC در وزن سبک در حاشیه فوروم ورزشی در اولیانوفسک و در حضور پدر نورمگامدوف برگزار شد. پوتین در این صحبت از جهش این ورزشکاری داغستانی از بالای پنجره میدان محاربه و زنازنی بعد پیروزی او بر کنور مکگرگور ورزشکار ایرلندی اشاره کرد. این نوع ورزش تجارتی است، اما به هر حال ورزش است و من با آنهای راضی هستم که فکر میکنند در این نوع ورزش نیز باید قاعده های معین رعایت شود و نه تنها قاعده هایی که در کاغذ نوشته شده است، بلکه قاعده های عمومی ورزشی و اخلاقی. حبیب نورمگامدوف در نوبت خود از آن تأسف خورد که همه فقط درباره جهش او از بالای پنجره میدان محاربه صحبت میکنند. هرچند بد قوه آزمایی نکردم و در مقایسه با برخورد او و به حرمتیش به کشورم و والدانم من رفتار خیلی مناسب داشتم، اما بعضا من هم نتوانستم خود را اداره کنم برای آنکه در جریان بازی توطئه ادامه داشت. پوتین سخن حبیب نورمگامدوف را قبول کرد و گفت که در داخل کشور همه یک عائله هستند. البته همه چیز اتفاق می افتد، در عائله همه چیز اتفاق می افتد، اما ما هرگز به خود اجازه نمی دهیم که از چهارچوبه خارج شویم. اگر به ما در رفتن البته نه فقط تو بلکه همه ما می توانیم چنین جهش کنیم، اما بهتر است که کار تا اینجا کشانده نشود. رئیس جمهوری روسیه اظهار امید کرد که حبیب نورمگامدوف و کنور مکگرگور مصالحه میکنند. ماجرای دو همسایه در پایتخت از یک کوچه فراتر رفته تا بر رئیس شهر دوشنبه رسیده است. یکی از جانب‌های بحث ادعا دارد که دیگری از نام رئیس شهر دوشنبه سوء استفاده میکند. پس از ساخت و ساز خودسرانه بدون مراعات قاعده های شهرسازی در سالهای 90 بحث و کشمکش بر سر کوچه و دیوار و بناهای نوساخت زود سر میزنند. اما چرا همسایه ها نام رئیس شهر را در بحث های خصوصی خود به میان میگذارند؟ ادامه موضوع در گزارش همکارم سرویناز روح الله. بالش انجام خونه بود نه انجام خونه من اینجا من اشخانه است. حاجی خلبابا کلانوف از بالای همسایش به دادستانی شکایت کرده گفته است او با استفاده از نام رستم امامعلی شهردار دوشنبه نصف منزل او را تخریب کرده راه بنیاد کرد. گفتن که ما نماینده رئیس شهر است. من اومدن با تلفن کردن، از همینجا تلفن کردن یکتاش معاون رستم چیز کرد گفت من روی کردم باید که باید هم رفته اونجا حق شدنشون نکنه. شما در کمیتاتون چیز ندارد موقعیت ما میریم اونجا چپا میگیریم. اکنون اونجا یک رای مایده داشتن اگر رای ماشین میخوان کردن. حاجی خلبابا کلانوف میگوید وقتی فهمید هیچ قرار و دستور از سوی شهرداری برای تخریب منزل او وجود ندارد به مقامات انتظامی ناحیه شکایت کرد. 2 روز پیش حاجی خلبابا کلانوف به دادستانی شهر دوشنبه شکایت برده است تو حق به حقدار رسد. رایون اومد گفتن که من همین تومنالی چه ساختم میگه شما چیزی که شما شکایت نمیگینید دلش. همین کاغذ من امضا کردم. هاشو برای ساخته دادنش. رایون اومده که میگه پگاوزد که ساخته میگن گفته. کاغذی ما مش گرفته گشتیم. من نبودم دستم نموندم من چیم گردن نگرفتم. عبدالقهار سرورов همسایه بابا کلانوف این ادعا را رد میکند و میگوید این زمینه که جنجال بر سر آن است مال کسی نیست. وای رای خانه مای حکم رای ما متون میگذاشتم که وای اساسا پرشاد کی هم 2 مای کی ساخت وای دیوال وای ما ساختم خاک گفت بگی دیوال کن گفت دیوال کردم برای دیوال ما کردم بتگم و دیوال کردم محکم شد گفت حولیم نتوه. این در حالی است که حاجی خلبابا کلانوف میگوید او این انشاءات را در حولی خود هنوز سال 1991 بنیاد کرده. همین قسمتی حولی در نقشه حجت زمین به نام همسری او است. بابا کلانوف امید دارد سوء استفاده از نام رستم امامعلی به گوش شهردار دوشنبه میرسد، مجرمین جزایشان را میگیرند. بینندگان عزیز، طور دیدید حالا چندین جانب این بحث نقطه نظر خود را بیان نکردند. امیدواریم که بعد از پخش این گزارش شهرداری دوشنبه و دادستانی در این باره موقع خود را خواهند گفت. اینجا رسیدیم به پایان برنامه اخبار آزادی. تشکر که تا اینجا ما را همراهی کردید. اخبار از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org
дастрас аст. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоии фейсбук, одноклассники ва твиттер ҳам қобили дарёфтанд. то барномаҳои баъдӣ, худоҳофиз.